بچه‌ها این رفیق دهن‌نودی اون می‌خواست بره مهمونی، اومد پیش من و گفت یه مدل موی بزن که امشب دخترا نتونن ازم چشم بردارن. منم مدل موی برس فید رو بهش پیشنهاد دادم. از پیچ پشت سر تقسیم بندی ما انجام میدم چون میخوام روی سرشو مدل موی کراب بزنم. چون میخوام حجم پشت سر و قرینگی لایه‌هامو از دست ندم، از تقسیم بندی مثلث استفاده میکنم. الان دارم برش لاین وسط رو انجام میدم. پایه تقسیم بندی و قرینگی کاره. میرم سراغ دور سر و از تکنیک آورکام استفاده میکنم تا اتصال پایین به بالا بهتر بشه. چون کارد بندی کمکتون میکنه که سایه‌هاتون خیلی دقیق‌تر اجرا بشه. خط صفر رو زدم و با گارد باز دارم لاین اول توسی رو اجرا میکنم. بچه‌ها برای اتصال و کنتراست بهتر از این تکنیک ها استفاده میکنم. بچه همونطور که میدونید محو کردن خط صفر برای خیلی چالش برانگیزه. منم بهتون پیشنهاد میدم از این روش استفاده کنید تا فید تمیزتر و جذابتری داشته باشید. تو کامنت ها بگید دخترا میپسندنش یا نه.